راهبریت مؤسسه دولتی اداره خواجگی راههای автомобилгарди ولایت مختار کوهستانی بدخشان ذکر نمود که با استفاده از تکنیک و سوزشواری توانستیم روی سطح بین‌المللی خاروق دوشنبه را از ریزش سیل و سنگ و ترمه‌ها کشاده حرکت نقلات در این مسیر تامین سازیم. همه جد و جهد راهسازان بر آن روانه شده است که راهی سمت وادی غوند که در کیلومترهای 618 619 20 ترمه فرآمده مسیر بین‌المللی بند کردند. 7 تکنیک به پاکسازی ترمه‌ها مشغول میباشد. ما در کیلومتر 618 قرار داریم که اینجا 3 تا بورکنک کار کرده استادن. یک بورکنک کیلومتر 5 بورکنک دیگر بورکنک بود دولتیش تشکیل شهر فاروق و بورکنک مؤسسه دو در کیلومتر 653 یک بورکنک دیگر کار مفعول کرده استاده است. در قسمت ما 16 تا ترمه فرآمده است. در روزانه باشد در 3 4 جا کار کرده استاده. در توازن مؤسسه دولتی نگهداری راههای автомобилгарди منطقه غوند ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستانی بدخشان 235.5 کیلومتر راه قرار داشته. از این 189 کیلومتر جاده سطح بین‌المللی است. برای در حالت خوب نگاه داشتن راهسازان از تمام امکانات کار میگیرند تا حرکت نقلات را در این مسیر تامین نمایند. از رانندگان نقلات بارکش و مسافربر احترامانه خواهش کرده می شود که هنگام حرکت احتیاطکار بوده با فرآمدن ترمه و کوهپاره автомобیل های بارکش را در جایهای بی خطر نگاه دارند و در صورت باز شدن راه به حرکت خود ادامه بخشند. زیرا باریدن باران در وادی ها و در بلندکوها برف به مشاهده می رسد که هر لحظه به لغزیدن ترمه در راههای کوهی از احتمال دور نبوده به حیات خود و نقلات های گران حجم بارکش خطر ایجاد نسازند.